بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اللهی بخشاینده و مهربان. والفجر، سوگند به سپیده صبح. وليال عشر، و سوگند به شبهای 10 یعنی 10 شب ذوالحجه. والشفع والوتر، و سوگند به جفت و طاق. واللیل اذا یسر، و سوگند به شب چون روی برفتن نهد. هل فی ذلك قسم لذی حجر، آیا در این ذکر کرده شده ها خیرتمند را سوگندهای کافی است؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیده ای که پروردگار تو با قوم عاد چی کرد؟ ارم ذات العماد، با ایرم که ستونها داشت. التي لم يخلق مثلها في البلاد، و مانند آن در هیچ شهر آفریده نشده بود. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، و قوم سمود که در آن وادی سنگ را می بریدند. وفرعون ذي الأوتاد، و قوم فرعون آن دارنده میخها. الذين طغوا في البلاد، آنها در شهرها از حد تجاوز کردند. فأكثروا فيها الفساد، و در آنها بسیار فساد کردند. فصب عليهم ربك سوط عذاب، و پروردگار تو تازیانه عذاب را بر سرشان فرود آورد. إن ربك لبالمرصاد، زیرا پروردگارت در کمینگاه هست. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. اما آدمی چون پروردگارش بیازماید و گرامیش دارد و نعمتش دهد می گوید پروردگاری من مرا گرامی داشت. و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. و چون بیازمایدش و رزق بر او تنگ گیرد می گوید پروردگاری من مرا خوار ساخت. كلا بل لا تكرمون اليتيم، و چنان است شما یتیم را گرامی نمی دارید. ولا تحاضون على طعام المسكين، و یکدیگر را به طعام دادن مسکین ترغیب نمی کنید. و تأکلون التراث اکلا لما، و میراث را حریصانه می خورید. و تحبون المال حبا جما، و مال را فراوان دوست دارد. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، نه چنین است که می پندارد چون زمین شکافته شود شکافته شدنه. و جاء ربك والملك صفا صفا،
و امر پروردگاری تو فرا رسد و فرشتگان صف در صف شوند. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. و در آن روز جهنم را حاضر آرند. آدمی پند گیرد و چی جای پند گرفتن باشد. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. میگویند ای کاش که برای حیات جاودانه خود پیشا پیش چیز میفرستادم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. در آن روز کسی چون عذاب او عذاب نکند. ولا يوثق وثاقه أحد. و مانندی زنجیر او به زنجیر نکشد. يا أيتها النفس المطمئنة. ای روح آرامش یافته، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز کرد. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. و در زمره بندگان من داخل شو و به بهشت من درآی.